در مسئله اگرونویسپوم مشخصا چند پرونده یا چند موقع در اختیار اگنتی شما هست؟ از اطلاعی که ما داریم قریب 37 شرکت جلب شده هستند. مثلا شما بسیار نام بردید و نام‌های بسیار مشهور بودند و پولای کلان هم داشتند، لیکن از اویله خود جناب رئیس همین بانک جناب علی مردان صحبت نکردید، بخصوص پردلی علی مردان برادر این آدم که کارپوراسی رهبر رئیس شرکت برکت می باشد و بسیار درست اگرونویسپوم طریق همین شرکت های فمایل شده. همین اگر مشخصتر می بود که تا کجا خانواده خود رئیس این بانک خود در این کار هستند در این پرونده در اختیار شما. دوم چیز بسیار جالبه که مشاهده می شود کار شرکت های خارجی بخصوص در ساحت صنایع کوری است. مثلا پکرو در پکرو حتی میگویند که چینی ها با قانون قاعده های چینی کار میکنند، حتی همین حاضر هم کرانتین که خودم خوب نیست مثل که در دوره کرانتین بود، همون کرانتین دوران و سختگیر و هر چیز قانون قاعده خود که زندگی میکنند. آیا همین شرکت های خود با یک اینهونه دیگه یک شرکت های هستن که اصلا نمیدونید در اونجا چی میگذره است، فعالیتشون عموما شفاف نیست، حالا که دولت تاجیکستان است و دولت تاجیکستان باید اونجا چی میگذره. حتما که اگنتی شما در همین رابطه با شرکت های خارجی هم کار کردگی است. لطفاً اگر اگر باشد تفصیلات میدونید. همین مسئله پرونده نسبت انتخاب فرض کنیم مشکلستان اگرونویسپوم و این حال تو حاضر 11 پرونده جنایتی با پیشبرد علایده جدا کرده شده. 9 پرونده جنایتی نسبت 19 نفر بنابر برقرار شدن یک قسمت مبلغ‌های قرضی با تطبیق سند افقات کرده شده. 2 پرونده جنایتی نسبت 5 نفر و سوتو ایصال کرده شده. اولی مسئله سوال دویمتون نسبت علی مردان و پرده نیز اولی تصرفی مبلغ 91 میلیون سومونی پرونده جنایتی با ماده 246 قسم 3 آغاز کرده شده. نسبت نامبرده چاره پیشگیری حبس تطبیق کرده شده. در عین حال افچی پیشگیری ادامه دارد. ضررها قسما برقرار کرده شده ولی تا بالا پورا برقرار کرده نشده. برقرار کنند قانون درباره حق تطبیق کرده می شود. این حالت با پرونده جنایتی ربط ندارد.